تا حالا به این فکر کردی که یه گل سینه خوشگل استانبورکی رو خودت از اول طراحی کنی و سرعتی درستش کنی؟ قراره قدم به قدم با هم پیش بریم، از اولین طرح تا نصب روی لباس. برگاشو طراحی میکنم و به پارچه حریر انتقالش میدم. یه سیم گلسازی رو برمیدارم و روی گلبرگ‌ها حالتش میدم و با سوزن فیکسش میکنم. ناخ مورد نظرم رو انتخاب میکنم و شروع به دوخت ساده دوزی روی گلبرگ میکنم. اول از همه روی سیم رو فشرده دوخت میزنم که کاور بشه. بعدش شروع به دوخت پردوزی از داخل گلبرگ میکنم. همین الان ویدیو رو سیو کن و پیجمو فالو داشته باش که آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. پردوزی دور تا دور گلبرگ که تموم شد، میرم سراغ رنگ دیگه و وسط گلبرگ رو کامل دوخت میزنم. دوخت تمام گلبرگ‌ها که تموم شد، دور تا دورشو با قیچی برش میزنم. دور سوزیش میکنم و مجدد روی پارچه حریر همه گلبرگ‌ها رو به وسیله سوزن تنبور دوخت میزنم. مرکزشو با چند تا متریال همرنگ گل دوخت میزنم تا خوشگل‌تر بشه. در آخر گل نهایی رو از روی پارچه برش میزنم. دورشو چند تا چرت میزنم و به داخل تا میدم و با نخ و سوزن پشتشو دوخت میزنم تا پشت گل کاور بشه. یه سنجاق پشتش نصب میکنم و گل آماده نصب روی لباسه.